25 نفر خودکشی کردن در اساس حمزه چیمایف بوی دادن. حمزه چیمایف بوی داد 25 نفر خودکشی کرده. برای چی؟ برای که بعضش قرض کرده استفکا مونده، بعضش آخرون چیزاشا سموشا استفکا مونده، بعضی دیگرش چیزی داشته فروخته استفکا مونده. و همه دینه که وقتی که بوی میته همه ما ای دیپرسیا ای غم پولا برگردان ای دیگه تو 25 نفرش خودکشی کردن. یک در عموم در همه بگیم در دنیا هست. لیکن امروز در نکروز در نبا دیدم که تاجیکای خودمونا قرض کردگی استفکا موندگی. ای بچه همه آدمیزاد همه قدر به عقل شدگی که در چیزی که یکمش حرامه دیمش در کنترل تو نیست، یکم مایده تاثیر رسوندن نمیتونی تا قرض میکنی استفکا میمونی. خدا ما را در یکم کنج عقل همه چیز درست نمیگیره. خیلی هستن بعضا بچه‌ای که چیستانه کیفو میرن، نمیدونم 100 سوم 200 سوم 50 سوم استفکا میمونن که او سوم اگر نمیوزید یا اون کسا بتنشن هیچیش نمیشه. اینجا اگر کسی رامنین میره به مقصد حرام همه نمودش حرام اینه که و یا پولی زیادیشون پولی که مثلا یا عبد نمیکنه مایل استفکاش میمونه به اونس میگه کور میکنه مایناشون بران نه که ماینه آدم چند خبات وایران باشه که تا قرض کنی استفکا مونه یا که ماشین تا بفروشی استفکا مونه یا که نمیدونم همون چیزی دیگه تا بفروشی سومی آخرونه که جمع کردگی نه سومی کالج سومی خونه سومی دیگه چیزا برای استفکا مونه.